هستن. خانم لیلی پرزن اینجا هستن، در سمت چپ من هستن. خانم مرتضی فیلدی پیامی فرستادن که قرار بود خانم پرزن این رو قرائت کنن، ولی خانم پرزن از من خواستن که من این رو برای شما قرائت کنم. با عرض پوزش یکی دو دقیقه وقت میخوام که پیام خانم مرتضی فیلدی نماینده پارلمان فدرال رو قرائت کنم. Be strong and brave. You are doing very important work. I am here on behalf of Martha Al-Finley. خانم پرزن البته اینو بیان میکنن. Liberal Member of Parliament for Villaday, who asked me personally to tell you that their thoughts are with you and with all those in Iran who are engaging in peaceful protest and defend and against whom violence is being used. We support open and transparent democratic election in Iran. And while we respect Iran's sovereignty, that all allegations of voter fraud are very serious, and we feel strongly that the political will of the people of Iran must be upheld. Every Iranian must have the ability to speak freely, engage in the democratic process, and express political dissent without fear of serious persecutions. And all countries, including Iran, must adhere to their international human rights obligations and their international rule of law. Martha and the Liberal Party of Canada call on Iran to comply with these universal values of international obligations. Thank you, Martha Al MPP, for Villaday. Now, at this point, I am going to ask Lili to also say a few words in Farsi. دوستان قبل از اینکه من نوشتم رو بخونم براتون یک اناونسمنت خیلی کوتاه داریم. لطف کنید سکوت رو رعایت کنید که این اناونسمنت بشه و من در خدمتتون هستم. دوستان عزیز، شجاعت مردم، زنان و مردان جوان ایران در خیابانهای تهران و شهرستانها احتیاج به درک بیشتر، بحث بیشتر و برنامه ریزی بیشتر داره. ساعت 5 بعد از ظهر در اویزی 252 بلور وست، من شهرزاد مجاب و امیر حسنپور همه شما رو دعوت به این جلسه بحث و برنامه ریزی می کنم. امید به دیدارتون دارم. خیلی متشکرم. من لیلی پورزن، یک زن ایرانی هستم که انقلاب و جنگ و اصلاحات و مهاجرت را پشت سر گذاشتم. مادرم مهرانگیز کار، فعال حقوق بشر پس از تحمل زندان به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش سالهاست که در تبعید سیاسی به سر میبرد. پدرم سیامک پورزن، روزنامه‌نگاری که پس از 50 سال زندگی مطبوعاتی در سن 70 سالگی به دلیل عدم وجود آزادی بیان و تفکر به زندانهای نامعلوم روانه شد و امروز در سن 80 سالگی در تنهایی مطلق همچنان زندانی سیاسی است. من لیلی پورزن به دلیل دفاع از حقوق پدر و مادرم و آزادی بیان و عقیده از بازگشت مجدد به ایران و دیدار مجدد پدرم محرومم. من مثل شما هستم. من مثل همه ایرانیان که امروز به حق‌خواهی برخاستند هستم. من دیگر من نیستم. من ما هستم. من امروز ندا هستم. همان ندایی که دیروز در خون خود غلتید و از میان ما رفت. ندایی که با غرور شهید شد. ندایی که با وجود آنکه چهرهش غرق در خون بود ولی زیباییش چون ونوس چشمگیر بود. او بدون فریاد و ناله رفت و چشمان زیبایش باز بود و ما را نگاه میکرد. او هوشیار بود و با هوشیاری در راه آزادی و دموکراسی خواهی رفت. ندا به دنبال رای گم شده‌اش در تظاهرات صلح‌آمیز میگشت. پدرش با او بود، پدری که با خون و دل فرزندش را به امروز رساند. فریاد کشید و ندایش در مقابل او آرام ولی بیدار در خواب ابدی خفت. چشمان باز و زیبا و پر امید و مصمم ندا
نکنیم. ندا و سکوتش صدای من و تو را، صدای زنان ایرانی که در طی مبارزات دموکراسی خواهانه ایران از انقلاب مشروطیت تا کنون جلودار میدانهای مبارزه بودند را فریاد کرد. به هر گونه تبعیض و ظلم نگفت و ایستاد و مفتخر رفت. ندا جان، ما امروز همه نداییم. و نرفته‌ایم، تو اینجایی، صورت خونین و مصمم و زیبای تو در قلب هر انسان آزادی خواهی در سراسر جهان حک شده است. ما امروز ندای تو را فریاد می‌کنیم. ندا جان،